بخمل خالدار است، برنگ سرخ و یخنش که است مکمل مورشانی است که البته ناگفته نباید گذاشت که نوآوری یا کارکرد استادای عزیز ما است، بخش تولیدی ما. دنباله از این لباس نام خدا بسیار تو دراز است. چند متر میاد تنامی دنباله از این؟ دنباله از این 14 متر میاد. 14 متر. و قیمت از این لباس چند است؟ 5 دانه انگشتر که خود داره و همچنان این قسمتش که این قسمت دست میاد بسیار مقبول است. دستبندشان و یا هم 3 تا 4 منزله می باشه که دیگه هم باز هم امی گوشواره ماتیکه کار شده و همچنان در اینجاش پاولیگک پوپک کار شده. یکی از لباس های دنباله دار ما است که تکیش بخمل کشی می باشه دیگه. ای باز از اون لباس ما فرقش است که این دنبالش جدا نمیشه و یکی دنبالش برش زیاد است. ای است 2 تکه کار شده بخمل خالدار به رنگ لاجوردی و تکه تاجیکی به رنگ فیروزه‌ای. یک چیزی که من متوجه شدم فکر میکنم که این برای عروس خانمای عزیز می باشه دیگه. تمکین جان جزئیات بیشتر برای ما و دختر خانمای خوش سلیقه چی خوب است که بگویی. برام خداوند بخشنده و بنهایت مهربان. سلام درود نثار یکایک شما وطنای عزیزم. ان شاء الله که هر کجایی که هستین جور و صحت و سلامت باشین و ماه مبارک رمضان بر تمام شما وطنای عزیزم تبریک میگم. ان شاء الله که یک ماه خیلی خوب را داشته باشیم دیگه. باز هم تمنا میری خواستم که در این ماه مبارکم لباسای بسیار مقبول دوستای عزیز به شما وطنای عزیز خصوصا دختر خانمای خوش سلیقه و معرفی بگیرم. دوستای عزیز قسمی که شما هم در تصویر بینیده هستید دیگه، ما امروز در یک فروشگاه آمدیم که اینجا نام خدا بسیار عموت کلان است و هر طرف که ببینیم دیگه لباسای بسیار مقبول گند افغانی دارن دیگه. ما آمدیم به فروشگاه گند افغانی پشتون که واقعا لباسای بسیار عالی و زیبایی دارن دیگه. میریم همون طرف صحبت ها را ادامه میدیم و البته یک گپ دیگه یادم نره این لباسای مقبول که شما بتن ما میبینین دیگه. من این لباس از اینجا پوشیدیم خواستم که به نمایندگی از این فروشگاه که واقعا لباسای بسیار مقبول داره من این لباس انتخاب کردم و خواستم در برنامه امروزی به تن بکنم. واقعا بسیار لباس مقبول است، من واقعا بسیار خوشم آمد دیگه. خواهر عزیز ما اینجا هست. سلام علیکم، خوب هستین ان شاء الله؟ سلام خانم، خوب هستی؟ صحت؟ شکر، شما خوب هستین؟ اگر لطف کنین. خوب هستین خودتان؟ سلامت باشی. دیگه در این روز ماه مبارک ما مزاحمتان شدیم، خواستیم که هموطنای از یک جای با خود بریم. خواهش میکنم، مزاحم نیستی، خوب کردی، بسیار کار خوب کردی آمدی. سلامت باشین، بخیر باشین، شما مهربان هستین. نام زیبایتان؟ رقیه بخشی هستم، مدیر مالی و مسئول ریسیپشن شرکت تجارتی و تولیدی صنایع دستی گند افغانی پشتون. بسیار عالی. رقیه جان کسی است که اینجا در بخش ریسپشن و همچنین مسئول اینجاست که فعالیت میکنه دیگه. رقیه جان عزیز، شاید زیادتر هموطنای ما دختر خانمایی که تا در کابل هستن در مورد فروشگاه معلومات نداشته باشن. چی خوب است که خودت بگویی که چقدر مدت میشه که شما اینجا فعالیت میکنی؟ مدت 5 ماه میشه از افتتاح شرکت ما و 5 ماه میشه که ما فعالیت میکنیم و در ظرف 5 ماه ما خیلی دستاوردها داریم، خیلی فعالیت ها کردیم و من سپاسگزاری از رئیس ما میکنم که همچین جای تأسیس کرده برای دختر خانما که فعالیت به کار کنن و لباس افغان در سر تا سر جهان به معرفی کشیدن. بسیار عالی. رقیه جان عزیز دیگه چی خوب است بگویی قسم خودت یادآور شده که زیادتر دختر خانمای عزیز اینجا فعالیت میکنن. چقدر خوب است که رئیسان همچون کار نیک انجام دادن برای دختر خانمای عزیز که هم اینجا فعالیت بکنن، خصوصا کسایی که علاقه دارن که در بخش گند افغانی لباس آماده بکنن دیگه. چقدر خوب میشه که برای ما بگویی که چقدر دختر خانما به تعداد چند نفر اینجا فعالیت میکنن؟ ما 80% از خانما و آقایان که 20% آقایان تشکیل داده و 80% خانمات تشکیل داده که از جمله بخش معلومات خودم هستم، فروشنده دختر خانما هستند و مدیر ما خانم هسته.
فقط رئیس ما مرده، بروشکار ما قیچی کار دیگه. تمام پرسنل ما خانم است، خیاطام خانم هستن. قسم خودم یادواش فکر میکنم کارخانه هم دیگه اینجا می باشه. ما بخش تولیدی ما در منزل 3 هسته که در اونجا ما لباس تولید میکنیم و در منزل ها میاریم. بسیار عالی. دیگه قسم که شما دوستای از میبینید رقیه جان اینجا فعالیت میکنه دیگه، چقدر خوب میشه که می لباسای مقبول امروز دیگه به معرفی بگیرین برای ما. بسیار کار خوب کردی. اینجا همکار ما هست تمکین جان که سر تا سر 30 منزل براتون به معرفی میرسونه و از تمکین جان تقاضا مینماییم که بیایه. درست، بسیار عالیانه. دیگه نام خدا داد تمکین جانم که چقدر لباسای مقبول شما وطن کردین که من که دوستای عزیزم اینجا نه اومدم، خواهرای عزیزم رقیه جان دیدم. و نام شما؟ تمکین جان. سلام علیکم. اول به شرکت تجارتی صنایع دستی گند افغانی پشتون خوش آمدین. خوش باشین. دیگه تمکین بهیر هستم، فروشنده منزل اول شرکت گند افغانی پشتون. تمکین جان بسیار از دیدن خودت خوش شدم. دیگه گپی که می‌خواستم یاد بکنم گفتم با دیدن خواهرای امروز که اینجا آمدم رقیه جان و تمکین جان دیدم که همون لباسای مقبول بتن کرده دیگه بیخی مرام شوق گرفت. گفتم چقدر خوب است که یک لباس به من بتن که برنامه بیخی زیبا و زیباتر شود. در پهلوی گل‌های مقبول که ما یک گل دیگه هم اضافه شود. چطور؟ خوب دیگه بخی باغ جور میشه. باغ بخی هم تو باغ مقبول. شما بفرمایید دیگه. تشکر از اینکه به ما معلومات دادین، قربانتان. دیگه ما و تمکین جان قند بخیر شروع میکنیم که لباسا را یک و یک به وطنای عزیز ما به معرفی بگیریم. چطور تمکین جان؟ درست است، بفرمایید. دیگه چه خوب است که از اول همینجا لباس سیاه است، بسیار رنگ مقبول داره، دیزاینش بسیار یک چیز خاص است و ناگفته نمانه. چادرش هم چادر سفید که نام خدا بسیار مقبول است. چه خوب است که تمکین جان قندی را به ما به معرفی بگیرن. خب این لباس ما که است تکش خامکی است. دیگه شیپش هم عالی است، یخنش مکمل کار موره و کار دست است که داستینایش هم چرمه کار شده. دیگه خیلی یک ظرافت خاص داره و این لباسی است که یعنی از برندهای جدید ما است که نسبتا ساده است. بسیار عالی، بسیار عالی. و از این لباس مقبول اینجا چند رنگ دارین؟ خب از این لباس ما رنگای متفاوتش است. سبز است، بنجانی است، ارغوانی است، گلابی است. دیگه رنگای متفاوتش است. و چی خوب است بگی قیمت از این لباس چند می باشه؟ قیمت از این لباس 8000 افغانی است، چون ما به خاطر رمضان مبارک و عید یا سال نو بخیر دیگه 10% تخفیف ماندیم در همه لباس های ما. 10% بسیار عالی. واقعا دوستای عزیز یک خوبی که فروشگاه داره، چون لباسای گند افغانی را زیادتر خانم‌ها به تن میکنن، خصوصا خانم‌های خوش‌سلیقه. اولا خو اینجا لباسای بسیار مقبول داره و دوما امی کسی که میایم بسیار میتونه کمرایتان راحت صحبت کنه، چون خودتان هم دختر خانم هستین. دیگه بسیار گپ نیک است. دیگه لباس است بسیار مقبول، قیمتش هم 8000 افغانی. و بعضی دختر خانم‌ها به کرام برشون میتین یا خیر؟ بله، یا ما منزل تحکه و یک بخش کوچک برای لباسای کرایه داریم. به خاطر از اینکه اگر دوستای ما نمیتونن خریداری کنن ما برشون کرایه میدیم. درست، بسیار عالی. ان شاء الله حتما در جریان برنامه دوستای عزیز نوبت به نوبت ما تمام لباسا رو به معرفی میگیرم، لباسایی که به فروشی است و لباسایی که همچنان خواهر عزیز ما تمکین جان قند که نام خدا بسیار مقبول و است، خصوصا با این لباسا ان شاء الله حتما هر دوی ما یک جای به معرفی میگیم. چطور تمکین جان؟ دیگه میریم اما تو کم کم و همچنان ناگفته نمانه هموطنای عزیز که یک لباس مقبول، کسایی که ظریف پوش هستن، کوتاه میپوشن و رنگ از چی یک رنگ خاص است، این لباس به تن میکنه، بسیار مقبول است. دیگه تمکین جان بر ما میگه که قیمت لباس چند است و چند رنگ ازی دارین اینجا؟ قیمت ازی 3000 افغانی است. کرتی پتلون بخمل خالدار با رنگ سرخ، شیپ و دیزاینش مختلف است، چون زیاد دختر خانم‌ها دوست ندارن لباسای دراز بپوشن. شخصا خودم قدر خوش ندارم. امروز لباسای دراز زیاد راحت نمی باشم، میتونن از این لباس استفاده کنن که سیت مکمل است، امروز با زیر پوشش، یک شیپ و دیزاین متفاوت و قیمتش هم 3000 افغانی. 3000 افغانی. و از این چند رنگ داریم؟ خب از این هم رنگاش مختلف است، مثلا با رنگای مختلف است و همچنان شیپا و دیزاین های مختلف و سایزهای مختلف. چون این مثلا است کرتی پالون، کرتی شلوارش هم داریم، چپنای تاجیکی هم داریم، دیگه متفاوت هستن. این فقط هم یک نمونهش هست اینجا. خب ما خود زیاد لباسا چون ما فرمایش هم میگیریم، فرمایش میپذیریم، هر نوع فرمایشات گند افغانی باشه. باز از اونم خاطر ما لباسا را به طور سامپل دوختیم، چون شاید یک مشتری بیاد که اصلا بس سلیقه‌اش نباشه، اما ما وی را سامپل گذاشتیم که یعنی ما میتونیم یک چیزام دوخته میتونیم براتون. بسیار عالی. یعنی کسایی که در کابل هستن هم میتونن بیان که سفارش برتون بتن، همو دیزاین همو رنگ برشون آماده میکنین. و برای کسایی که در خارج هم هستن صادرات دارین؟ خب
البته که داریم و زیادتر فروشات ما حضوری است بر مردم عزیز ما، بر افغانستان خود ما و بعد هم سرتاسر جهان ما ارسال هم داریم، لباس دیل میکنیم، براشون ارسال میکنیم دیگه. زیادتر فرمایش ما که است خارج از افغانستان میباشه. بله بسیار عالی. تمکین جان عزیز، ما خودت هم تو میریم لباس ها رو به معرفی میگیریم و ما لباس دیگه که بسیار مقبول است دوستای عزیز، خصوصا امی چادر از بسیار خوش ما آمد که بسیار یک رنگ مقبول و همچنان بسیار هم تو سنگین و معلوم میشه این لباس، چون بسیار هم تو پرکار معلوم میشه دیگه. در مورد طراحی و تکه از تمکین جان عزیز بر ما بگو. خب این لباس ما که است، اول خوبیه که داره دنبالش جدا میشه، یعنی وقتی که دنبالش جدا میکنیم این میشه یک پیرن تنهایی که بسیار سبک میشه و دیگه خوبیه که داره است که تاجیکی کار شده و همچنان یخنش کوچی است، بلوچی است که پوپک و مورشانی و یا دستکاری زیاد شده. بسیار عالی. و همچنان یک چیز که من متوجه شدم، فکر میکنم برای عروس خانما می باشند دیگه. خب این لباسی است که مخصوص عروس خانماست و مخصوص سالن‌های هتل است، چون یعنی در خانه یا محفل‌های کوچک استفاده نمیشه. درست. دیگه این است دنبالش زیاد کلان است که 16 متر تنها دنباله ازی است. 16 متر. آها، این شاید شما در تصویر پشت ببینین که باز مکمل چرمایش که از قرمه‌ای است و از دو تکه ساخته شده، بخمل ابریشمی برنگ لاجوردی و تکه تاجیکی. بله بسیار مقبول. و قیمت از این لباس چند است؟ 20,000 افغانی. 20,000 افغانی. واقعا میارزه، چون لباس است که بسیار اما تو پرکار است و دامنشون بسیار کلان است. شاید اگه کامرامن از این لطف کنن در تصویرم به متنای از نشان بدن. و یک چیز دیگه که من متوجه شدم، می واسکت مردانه هم همراه خود دارن برای آقا دامادای عزیز دیگه. خب دیگه نمیشه که برای عروس آماده کردیم، دامادا بیچاره همیشه خو مردا گله دارن که ما را پس میمانین، معقب هستیم دیگه. این برای آقایان هم است دیگه. همچنان دمی بخش ما همه تو سیتای مکمل داریم، پیران است همراه با واسکتش که یا سیت مکمل است. خوی لباس ما مخصوص عروس است، اما دیگه لباس های ما میتونن زوجای عزیز ما جورایی همراه با واسکت و پیران، نامزاد یا مثلا نوروسی شده یا هر چی میتونن استفاده کنن، یا خواهر برادر، چون یا مسته، چون در محفل میخواین که وقتی جورایی باشن دو نفر واسکت هم مچین کنه بر خود لباس. بسیار هم تو مقبول و معلوم میشه دیگه. خودت چقدر مدت میشه که اینجا فعالیت میکنی؟ ما 5 ماه میشه که اینجا. 5 ماه. از اون وقتی که تأسیس شده دیگه خودت اینجا فعالیت میکنی؟ ما اینو تاریخ 5 افتتاحیه داشتیم. بله. خیلی از مسئولین اینجا آمدن دیگه، خیلی یک برنامه بزرگ داشتیم دیگه. اون از اون وقت داره ما اینجا کار میکنم و همکارشان هستم. بسیار عالی. و همچنان دیگه تمکین جان قند، ماه مبارک رمضان هم است دیگه، خودت لباسا رو معرفی کرده بخی بی انرژی نشی. نه انشالله نمیشم، زور ایمان است. دقیقاً. بسیار عالی. و میشه که این لباس مقبول برای ما به معرفی بگیرید، در مورد قیمت و رنگش برای ما بگید. خب این لباس ما که است مکمل تکیش ایندی است. ایندی است دیگه. چرمه هم دایش کار شده، یخنش مکمل گراف است، کار دست همراه دست دوخته شده و همچنان دایی شما در تصویر دیده میتونین که در یک قسمتش بنارس کار شده و یک قسمتش که است تکیه هندی است که قیمت از هم است 8,000 افغانی. 8,000 افغانی. و قسمی که من متوجه شدم در این لباس چندین رنگ کار شده دیگه. از این دیگه رنگای شما است باز؟ خوب برنگای متفاوت است دیگه. فعلا ما این سمپل گذاشتیم، خب باز دیگهش در پاکت می باشه که باز اگر مشتری خواست که مثلا ما از این سرخش میخوایم ما برش میکشیم، میتونن امتحان کنن. بله بسیار عالی. و یک چیز دیگر که زیادتر هموطنای ما دختر خانما نگرانش هستن دیگه، لباسای است که می لباسای گند افغانی فری سایز می باشن دیگه. خوب لباسای ما که است همیشه 40x40 فری سایز می باشن، یعنی برای هر وزن و برای هر سن پوشیده میشه. یعنی دختر خانمایی که یک ذره چاقتر باشن، لاغرتر باشن میتونن استفاده کنن. بله بسیار عالی. و همچنان دوستای عزیز نگفته نمانه که یک لباس مقبول دیگه که اینجا بسیار با چندین رنگ کار شده، یک لباس است که واقعا مقبول است. میشه که در مورد طراحی از این لباس بر ما بگین؟ خوب طراحی لباس که هست رنگاش خود متفاوت است. یخنش مکمل موری است بلوچی دیگه. ای است 2 تکه کار شده، بخمل خالدار برنگ لاجوردی
و تکه تاجیکی به رنگ فیروزه‌ای. و قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از 13,000. 13,000 یکی افغانی. از لباس های پرکار ما است برای عروس خانم. عروس خانم واسکت هم همراهش خود داره دیگه. بله داره، فعلا پیشش نیست. خب شاید به می رنگ تکه کار شده باشه دیگه. خب اگر همون واسکتی که ما ساخته ما میتونن هم انتخاب کنن مشتری های عزیز ما، و اگر نخواستن ما برشان دیگه جور میکنیم. یعنی هر سفارش که بتن با هر نوع تکه با هر رنگ دیگه میتونن که به فروشگاه گند افغانی پشتون تشریف بیارن، یا هم از طریق آنلاین اگر خواستن دیگه. خواهرای عزیز ما اینجا در خدمتشان هستن. خب همو یک قصه که است میگه عکس بده جسد بگی حالا یک کمی شوخی هم کنیم دیگه، از ما مون همی چیز است که لاک بیار پیران تا بگی پیران بگی دیگه. اما تو مقبول و زیبا چطور تمکین جان دیگه. دوستای عزیز لباسان هم خدا اینجا بسیار زیاد هستن. نگفتن امانه گفت چند منزل دیگه هم هست دیگه. نی لباس های یک کارخانه می باشه و منزل های دیگه هم که انشالله ما یک و یک به معرفی میگیریم. اول هم اینجا تمکین جان است دیگه، از پیش ما نه که اول هم این لباس ها رو به معرفی بگیریم. چطور تمکین جان دیگه؟ اینا دوستای عزیز این لباس که شما در تصویر میبینین هم بسیار مقبول است دیگه. میشه که تمکین جان بر ما بگید در مورد از این لباس؟ خب قسمی که گفتین خب مقبول است دقیقاً دیگه. از این بخمل کار شده و تکه تاجیکی. یا قیمت از این لباس نگفتن امانه که بخاطر ازی که امی لباس مقبوله که وطن های می بدلش بیا یک قیمت از این چند می باشه؟ خب قیمت از این هم است، ما خب براتون گفتم نه ما تخفیف داریم 8,000 افغانی است. یعنی زیاد لباس های ما است به می قیمت. به می 8,000 افغانی باز تخفیف هم میتین دیگه. خب در جمله تخفیف هم میام است، چون اگر شما نمیفهم خواهم اگه ما شما در بازار رفت آمد داریم میفهمین که چقدر مثلا یک پیران گران تمام میشه و چقدر قیمت میباشه. قسم خودت گفتی امی پیرانی که اینجا هستی از چندین مرحله میگذره، یکی مرحلهش تکمیل شه و بعد از او دوخت و بعد از او دیگه بسیار جنجال داره. واقعا امی قیمتی که میگین دیگه به می لباس شاید هنوز کم هم باشه. بله دوستای عزیز، حالا میخوایم یک لباس مقبول دیگر رو به معرفی بگیریم. این لباس که بسیار متخاص است که چادرش از چندین رنگ کار شده و همچنین قسمت امو پیشروی یخن از بسیار به یک زیبایی خاص دیگه طراحی شده، بسیار متفاوت است. یک چیزی که من متوجه شدم فکر میکنم که این برای عروس خانمای عزیز می باشه دیگه. تمکین جان جزئیات بیشتر برای ما و دختر خانمای خوش سلیقه چی خوب است که بگویی؟ خب این لباس ما که است مکمل کارایش متفاوت است و ایره یک نوآوری کرده همکار عزیز ما، یک دختر خانم عزیز ما دیگه. مکمل یخن از یک است ما پستچین میگیم، از او کار شده که نه یخن به حساب بلوچی است، نه کوچی است، نه چرمکاری است، فقط پستچینش کردن که یک ظرافت مقبولی خاص داره و در اطراف چرمه کار کردن و همچنانی دنباله‌دار است ولی دنبالش بسیار کوچک است. یعنی برای عروس خانمایی که اصلا دوست ندارن زیاد مثل از لباس ما یا لباس های دیگه ما که برای عروس است با جنجال باشن دیگه، میتونن از استفاده کنن و شما خود در تصویر ببینید که پشت از هم مکمل دامنش پستچین شده که خیلی زیبا است. بله تمکین جان قد میشه بگی قیمت از لباس چند است؟ قیمت از یک از 15,000 افغانی است دیگه. امرا با واسکتش سیت مکمل است. کلا هم دارم رای خود؟ نه خیر. خب چادرش هست دیگه. خب چادرش هست، واسکتش هست. باز اگر مشتری ما خواست ما برش کلا هم داریم، بخش زیورات هم داریم، بازو تو برش بخی سیت مکمل جور میکنیم. بسیار عالی بسیار عالی. لباس است که بسیار مقبول خصوصا برای عروس خانمای عزیز. قیمت شما است 15,000 افغانی دیگه. تمکین جان عزیز یک رقم ما تو بشیمه مالا میشه. خوب دیگه ماه مبارک رمضان است و یک ذره آدم خسته هم میشه. دقیقاً درک میکنم دیگه. چی خوب است که لباسا رو تو به معرفی میگیریم. فقط یک چند دقیقه دیگه همراه خود صحبت میکنیم. ان شاء الله ما میریم منزل بالا و همراه خواهرای دیگه هم صحبت می داشته باشیم دیگه. ما میریم که این لباس هم دفعه معرفی کنیم که لباس بسیار مقبول می باشه و همچنین دیزاین و طراحی از این متفاوت است. چطور تمکین جان قند؟ خوب این لباس ما که است از جمله لباس های برندهای جدید ما است دیگه. تکش خوب مشاهده میکنیم بخمل زری است دیگه. یخنش مکمل مرکاری است و یکی است چی میگنش سرشانه‌ای. بله. سرشانه‌ای و کمربندش یک رنگ است که زیباییش چند برابر ساخته. بله. و قیمت از لباس چند است؟ قیمت از این هم است 8,000 افغانی. 8,000. فکر میکنم تمام لباسای مقبول که اینجا زیادتر قیمتاش 8,000 است دیگه. خوب دیگه چون من فروشنده هستم دیگه از نظر خودم
وقتی که ما را بگوین مثلا اصلا خود استاد کارای ما نرخ میمانن ولی تجربه کاری که ما در پایین ما دارم حالا خودم ما نرخ میمانم دیگه وقت بر 8000 میارزه. دقیقاً بسیار مقبول است. من گفتن همونه که از این لباس چند رنگ دارین اینجا؟ از این لباس ما خب فعلا اینجا نیست ولی در پاکت رنگ های مختلفش است. رنگ جیگریش است، رنگ لاجوردیش است، سرخش است، متفاوت است. بله بسیار عالی. و نگفتن همونه که لباس بعدی که شما در تصویر میبینین وطنهای عزیز لباس است که بسیار رنگ مقبول داره، رنگ بنفش است و همچنین چادر ازی بسیار مقبول است. قیمت این لباس چند است؟ خب این هم یکی از لباس های پرکار ما است که دامنش هم خیلی حشم کلانی داره. دیگه قیمت از این هم 8000 افغانی. 8000 افغانی. و رنگای دیگه هم اینجا دارین؟ از این یک 3-4 رنگش می باشه چون این دیزاین زیاد پرکار است و دامنش هم خیلی کلان است. خب فعلا البته همه داریم، خب اگر مشتری از ما فرمایش بده باز برشون جور میکنیم. بله بسیار عالی. واقعا تمام لباسایی که اینجا است مقبول است. دیگه چی خوب است که می لباس هم تمکین جان قند به ما با معرفی بگیری. بسیار یک لباس مقبول می باشه. خب این لباس ما که است خب یک گند افغانی است ولی این لباس ما که زیادتر از مردم مای افغان یا پشتون ما می باشه چون اونا زیادتر امیر رقم شپاره خوش دارن که مکمل شما میبینین بالاتنیش هم همینطور یک چیز است، مکمل کار دست است دیگه. دایی هم گراف کار شده، موره هم کار شده دیگه، زیبایی خاص خودش داره. بله دقیقاً. و قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از 8000. 8000. دیگه چی خوب است که من قیمت ها رو نپرسم تمکین جان چه تمامش 8000 است دیگه. خب یعنی چیزی که ما میفهمم خب لباسای ما که پرکار است خب طبعا قیمتش بالا است و لباسای ما که نسبتا ساده است طبعا که قیمتش پایین است. بله دقیقاً همونطور است. نظر به کار که میشه قیمتش هم تعیین میشه دیگه. لباس بعدی که دوستای عزیز شما در تصویر بینیده هستین وطنهای عزیز لباس است که بسیار مقبول است، از چندین رنگ تکه های مختلف در این کار شده. لباس است که واقعا بسیار مقبول است تا جایی که من فکر میکنم این شاید زیادتر به عروس خانوما باشه دیگه. خب بیام برای عروس خانوما است، برای زوجای عزیز است که جورایی بخواین استفاده کنن دیگه. ای برای شما میگیم دامنش قرمه‌ای است دیگه، از تکه های متفاوت جور شده دیگه. دامنش قدر کلان هم نیست، متوسط است دیگه. یک شیپالی است، یخنش مکمل مرکاری است دیگه. نام خدایش. نام خدا نام خدا. امی قیمت از این 8000 است یا که یک ذره پرکار مالا میشه قیمت تر می باشه؟ اینا دیگه خوب سوال کردی. قیمت از این 13000 افغانی. اینا ما که دوستای زین یک روز آمدم فهمیدیم که لباسای پرکار قیمتش بالاتر می باشه نه، چون این نام خدا لباس است که بسیار هم تو پرکار معلوم میشه چون چندین رنگ تکه ای کار شده. و دیگه قسمم که تمکین جان قند گفت کسایی که اینجا تشریف میارن چه عروس خانما اگر خواستن هم میتونن صدق مکملش هر چی که خواستن دیگه اینجا میتونن تشریف بیارن. واقعا لباسای بسیار مقبول و زیبا دارن. و نگفتن اما دوستای عزیز لباس بعدی که شما در تصویر بینیده هستین لباس است که واقعا بسیار لباس مقبول می باشه که دنبالی از این لباس بسیار همون تو دنبالش زیاد است، دنبالدار میگن دیگه به این لباس دیگه. چی خوب است که تمکین جان عزیز این لباس بر ما به معرفی بگیره. یکی از لباسای دنبالدار ما است که کش بخمل کشی می باشه دیگه. ای باز از اون لباس ما فرقش است که این دنبالش جدا نمیشه و یکی دنبالش برش زیاد است دیگه. یا مخصوص هتل است، مخصوص عروس خانم است و خیلی پرکار است دیگه. چرمش مکمل قرمه‌ای است اما از تکه های متفاوت، یعنی مثل از اون نیست، او از چرمای متفاوت بود و این تکه های متفاوت است. بسیار عالی. و قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس ما است 20000 افغانی. 20000 افغانی. از این دیگه رنگام داریم؟ از این خب فعلا همی بانجانیش داریم. خب ما گفتم نه، ما به طور سامپل میدوزیم که اگر مشتری ما فرمایش داد ما اینمی چیز برش در رنگای مختلف دوخته میتونیم. بله. و همچنان از این لباس اگه خواستن که رنگای دیگه قسم مثل که تمکین جان عزیز گفت برشون آماده میسازه، اما فعلا به عنوان سامپل همین رنگ لباس داره دیگه. ما کم کم میریم اون طرف که لباسای بعدی که واقعا متفاوت است. تمام لباسا یک یک به شما وطنای عزیز به معرفی بگیریم. لباس بعدی که ما میخوایم با تمکین جان عزیز به معرفی بگیریم این لباس مقبول و زیبا می باشه. میشه که تمکین جان در مورد تکه از لباس و همچنین قیمت از لباس بر ما بگین؟ خب این لباس ما که است تکش بخمل خالدار است، برنگ سرخ و یخنش که است مکمل مورشانی است
که البته ناگفته نباید گذاشت که نوآوری یا کارکرد استادای عزیز ما است. بخش تولیدی ما دیگه مکمل کاری ازیشه، یعنی بالاتنه بگویم یا یخنشه مکمل همکارای عزیز ما بخش تولیدی خودشان آماده کردن، یعنی یکی از نوآوری هایشان است که اینا انجام داد. بسیار عالی لباس است که بسیار مقبول است. ما میشه که بگی قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این هم از 13000 افغانی. 13000 افغانی. و چند رنگ داره یا به عنوان سمپل فقط تو مانده؟ خب ما مزی هم رنگ‌های مختلف داریم، لاجوردی است، سرخ است، سبز است، دیگر رنگاش متفاوت است. باز اگر فرمایش داشتیم خب در دیگر رنگ هم برشان میتونیم بسازیم. بله بسیار عالی. واقعا تمام لباسایی که اینجا است بسیار هموطنای عزیز تمام لباسا مقبول است و میخوایم چند لباس دیگر هم به معرفی بگیرم که لباسی که مقبول است این لباس مقبول است که میشه تمکین جان عزیز در مورد از این لباس مقبول بر ما بگه. خب این لباس ما که است بخمل لاکی و این تکه است یا لباسی است که زیادتر مردم از آریم استفاده میکنن. دیگه خیلی یک شیپ دیزاین است و از این ناگفته نباید گذاشت که با رنگ‌های مختلف است. دیگه رنگ جیگریش است، رنگ لاجوردیش است، رنگ سبزش است، رنگ سرخش است، مختلف است. و قیمت از این لباس؟ قیمت از این هم است 8000 افغانی. و فکر میکنم این دو لباس که است تقریبا یک چیز است، فقط قسمت پیش یخنش متفاوت میباشه. قیمتشون؟ قیمتایشان خو یکی است، چون شیپ دیزاینشون یکی است، کارکردشون یکی است. باز فرقی که دارن مثلا این است که بخمل زری است و او بخمل لاکی است. او یخنش قرص است، او یخنش بلوچی است. تفاوتشان اینا می باشه. ولی قیمتایشان یکسان می باشه دیگه. ما خب براتون گفتم ما کارو مثلا دیزاین ما در نظر میگیریم که وقتی دیزاین و کارش یکی باشه خو یک قیمت میشه. بله هموطنان عزیز تشکر میکنم اول از خودت تمکین جان عزیز که این بخش لباس که مربوط خودت میشه در اینجا فعالیت میکنی، برای ما با معرفی گرفتی، برای هموطنای عزیز ما، بر دختر خانمای خوش سلیقه دیگه. چی خوب است هموطنای عزیز که ما بخشای دیگر هم براتون به معرفی بگیریم دیگه. فعلا شما چند تصویر بینیده باشین. حالا دیگه فکر کنم منزل دوم هستیم. اینجا فکر میکنم گند افغانی می باشه. خب این منزل ما که است بخش دوم یا بخش لباسای کمکار و لباسای دخترانه می باشه که همکار عزیز قندم سوسن جان ستاری فروشنده بخش ماست که همراهشان میتونین معرفی شوین. سوسن جان عزیز پیش بیا. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین ان شاء الله؟ صحت خوب است؟ زنده باشی، خوش آمدید. خوش باشین دیگه. ما میخوایم که فعلا خودت می به لباسای مقبول به معرفی بی. اول یادم نره که نام زیبایی چیست؟ نام سوسن است، خلاصم ستاری که فروشنده هستم در منزل. سوسن جان قند دیگه نگفتنمون اول ما یک تشکری بازم از خودت داشته باشم. بسیار لطف کردی دیگه. لباسایی که در منزل اول بود بسیار زیاد هم بود، خودت بر ما به معرفی گرفتی. یک جهان تشکر. خواهش میکنم. تشکر از خودت که میمان ما شدین دیگه. تشکری میکنم از بیننده‌های عزیز و همچنان شخصا تشکری میکنم از حاجی صاحب ما دیگه. ما حاجی صاحب میگمش، رئیس صاحب ما که اینجا را تأسیس کردن و از دوستای ما میخوایم که همه جایا را حمایت بکنن، همکاری بیشتر داشته باشن تا که ما هم بتونیم فرهنگ ما را برای جهانیان نمایان کنیم که ما چی یک فرهنگ داریم. و یک گفتنی دیگه که با دختر خانمای عزیز دارم، خواندن درس فقط در مکتب نیست، در پشت میز مکتب نیست. اگر بخوایی، اگر سرباز باشی، اگر شجاع باشی، میتونی در خانه درست هم بخونی و زندگی تا پیش ببری. فقط مبارز باشی، همیشه پیروز هستی. دقیقاً. بسیار تشکر از خودت. ان شاء الله موفق سرفراز باشی. تشکر همچنان. و دیگه حالم سوسن جان عزیز دختر خانم بسیار زیبا که لباسای بسیار مقبول به تن کردن در این بخش منزل دوم. لباسایی را که قسم که تمکین جان عزیز گفت لباسایی است که زیاد پرکار نیست، کسایی که ظریف پوش هستن در این منزل، در منزل دوم که مسئول شام سوسن جان قند می باشه به فروش میرسانه. دیگه سوسن جان قند چی خوب است که خودت هم لباسایی که طراحیش جدید است، مدلای جدید است، یک با ما و هموطنای عزیز به معرفی بگی. این لباس که میبینی تکی جاجه یا تکی جلو می باشه که یخن چارگل و چادر می داشته باشه. سیستم مکمل است. این است دیزاین نو است. هم قسم که یک نمونیش در جان خودم است پوشیدیمش، یک نمونی دیگهش در جان کدیست. بله. این فقط هم رنگش متفاوت، رنگش مختلف است. بله. قیمت از لباس چند می باشه؟ قیمت از این تقریبا 4000 افغانی میه.
بسیار عالی. خواهر ما تمکین پیشتر اگه یادآور شد گفت لباسایی که ما مثلا به کرامتیم جداگانه است. آیا اینجا به کرامتین یا کدام منزل جداگانه است؟ منزل تکاو است. این بخش لباسای کوچی، بخش لباسای ساده است. بس لباسای کرایی که داریم در منزل تکاو می باشه. بسیار عالی. ان شاء الله اونا رو هم به معرفی میگیریم دیگه. قیمت از این لباس هم گفتی 4000 افغانی. دیگه رنگام از این لباس اینجا موجود است؟ بله، رنگ نارنجیش است، گلابیش است، بنفشش است، رنگ‌های مختلف است. لباسی است که نازک است و بهاری است، خصوصا که هوا رو به گرم شدن می باشه. دیگه همتون ما دوستای عزیز کم کم تمام لباسا رو اینجا به معرفی میگیریم. لباس بعدی که شما در تصویرم ببینید هستین لباس است که تکش هم تقریبا میشه گفت نازک است. دیگه میشه خوب است بگی که از این لباس دیگه چند رنگ دارین اینجا؟ این که است که بنارس است که بهاری می باشه، یخنش لب دامنش و چرمه می باشه. این هم سیستم مکمل است. با سازی رنگ‌های مختلف است. رنگ سرخ است، جگری است، بنفش است، امیرنگ است. بسیار عالی. و قیمت از لباس چند است؟ قیمت از 5000 افغانی میه. 5000 افغانی. دوستای واقعا هم تو لباس مقبول و زیبا هم هست. نگفتن اما که لباسای مقبول اینجا نام خدا بسیار زیاد است. دیگه لباس بعدی که ما میخوایم به معرفی بگیرم این لباس است که میشه سوسن جان قند بیشتر در مورد از این لباس معلومات بده. این لباس که میبینید شما تکی دواشه می باشه، رنگ گلابی یخن چارگل و همچنان چرمه کار شده، آستیناش هم چرمه و لب دامنش هم چرمه میشه. این هم سیت مکمل است. بس از این رنگ‌های مختلف داریم. رنگ سیاهش است، گلابیش است، دیگر رنگاش. بسیار عالی. و میشه که بر ما بگین قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این 3500 افغانی. 3500 افغانی. واقعا لباس است که مقبول است و خوبی این لباسایی است که معمولا تکش نازک است. چون هوا رو به گرم شدن می باشه. واقعا لباسا تمامشان مقبول است. لباسایی که اون طرف است باشه که من یک دفعه اون طرفم برم که زیادتر لباسا اونجا ماندگی است. لباسای مقبول و زیبا که کار از ما مگر در تصویر داشته باشه. این لباس مقبول است که میشه سوسن جان قند مورد از این لباس بر ما بگین. این لباس که میبینی لباس کوچی است که تقریبا از 12 سال پیش است که یخنش خودم میتکه سرشونه کمربند کار دست می باشه. بله بسیار عالی. و میشه که در مورد قیمت از این لباس بگین؟ قیمت از این 18000 افغانی میایه. 18000 افغانی. و نگفتن همونه که لباس است که معمولا نیو قدر کوتاه است و نیو قدر دراز هم نیست. این کس گفتم لباس کوچی است که خانمای قدیم یه توسط دست دوختیان چرمی لب دامنش آستیناش کار مورست کلش دیگه توسط دست است. بله بسیار عالی. و همچنین نگفتن همونه هموطنای عزیز که یک لباس دیگه که من اینجا متوجه شدم لباس سیاه که بسیار مقبول می باشه. بسیار یک لباس ظریف است. میشه بگی قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس 3000 افغانی که دی یخنش گراف است، لب دامنش آستیناش و پولی کار شده تکیش اینکویی می باشه. بله بسیار عالی. قیمتش گفتی 3000. 3000 واقعا لباس است که همون قیمت مناسب و همچون بسیار مقبول می باشه. نگفتن همونه که دیگر رنگای شما است یا فقط هم رنگ سیاه که رنگ جذاب است به این رنگ آماده کردید؟ رنگ سیاه سفید رنگای مختلف داره. بله بسیار عالی. و همچنین لباس بعدی که ما میخوایم به معرفی بگیرم لباس است که تکیش هم بسیار نازک است و همچنین یک دیزاین خاص دیگه در این کار شده که میشه بگی که در مورد تکه و همچنین قیمت از این لباس. این لباس هم که است لباس کوچی است که تقریبا از 12 سال پیش است. تکی گل بخمل است. آستیناش لب دامنش یخنش کلا کار دست می باشه. این سیت مکمل است. قیمت از این لباس تقریبا قیمت از 18000 میه. 18000 افغانی. سیت مکمل داره دیگه. بسیار عالی بسیار عالی. و همچنین قسمی که سوسن جان گفت دوستای عزیز تمام لباسایی که شما در تصویر مشاهده میکنین با عنوان یک سمپل و نمونه است و حتی اگر خواستین دیگه دیزاینش به رنگای دیگه خواستین دیگه میتونین که سفارش بدین و ان شاء الله با مو زیباییش آماده میشه. و دیگه نگفتن همونه لباس بعدی که ما میخوایم به معرفی بگیرم لباس است که بسیار مقبول می باشه و همچنین شلوار ازی که است گیبی میگن دیگه براش. گیبی میگن و همچنین رنگ تکیش هم رنگ زرد که بسیار مقبول است. میشه که در مورد از این لباس بگید در مورد قیمت و رنگش؟ این لباس هم که است لباس کوچی است تقریبا از 12 سال پیش است. قیمت از این 18000 افغانی میآید که سیت مکمل می باشه کلا کار دست است. بسیار عالی. واقعا لباس است بسیار مقبول. فکر میگید دراز هم هست دیگه؟ دراز است. باز بعضیاتون بار میپوشن بعضیا باز نمیپوشن دیگه امروز. بله بسیار مقبول. و همچنین لباس بعدی که هموطنای عزیز ما میخوایم به معرفی بگیرم لباس است که بسیار رنگ مقبول داره و همچنین میشه در مورد تکه و قیمت از این لباس بر ما بگید. این لباس که است تکه گل بخمل است یخن چارگل سرشانه کمربند کلا کار دست می باشه و قیمت از این 19000 افغانی. 19000 افغانی. هم دیگه همراه خود سید مکمل داره. سید مکمل داره بس لباس کوچی است. بله بسیار عالی. دیگه سوسن جان قند خودت چقدر مدت میشه که اینجا فعالیت میکنی؟ تقریبا حدود 5 ماه میشه که من اینجا فعالیت دارم و آغاز به کار کردیم. بله
خودتان به هر کار کس دوستای عزیز یک علاقه نیاز دارن. خودت دمی علاقه فروشندگی رو داشتی یا می‌خواستی که در بخش گند کار بکنی؟ خب اول در بخش گند آمده بودیم، باز علاقه شوق باز در بخش فروشندگی شد، باز در بخش آمدیم دیگه شروع به کار کردیم. بله. زیادتر کی تشویقت میکنه، کی حمایتت میکنه در فامیل که خودت در این شرایط و خصوصا فعالیت بکنی که فروشندگی یک کار معمولا آسان نیست؟ بله نیست. من تشکر میکنم از مادر جان و پدر جانم که دی وقت از من حمایت کرده و خواستن که من به سر پای خود استاد شوم. بسیار زیاد تشکر میکنم به فامیلم از من حمایت کرد. چقدر خوب است که تمام فامیلا دختر خانم‌های عزیز حمایت بکنن دخترای عزیزشان، چون هر دختر خانم یک استعداد ویژه در وجود خود داره. ای که فامیل حمایت کنه میتونه اون استعدادش پیشرفت کنه و به یک جای برسه. و نگفتن همونه که برای هموطنای عزیز ما اینجا که من تخفیف میدیم به خاطر که ماه مبارک رمضان است و نزدیک عید نوروز است. ما تخفیف در نظر داریم و 10% تخفیف در نظر گرفتیم. بله بسیار عالی. واقعا لباسایی که اینجا است هم لباسای مقبول است و هم لباسایی است که تخفیف هم میتونن، خصوصا برای کسایی که خوش سلیقه هستن دیگه میتونن به فروشگاه گند افغانی پشتون تشریف بیارن دیگه، میتونن لباسای مقبول از اینجا خرید بکنن و همچنان سفارش بدن. و نگفتن نمونه دوستای عزیز، ما اول که آمده بودم همین لباس یک رقم توجهی مرا جلب کرد. نگفتن نمونه که دنباله از این لباس بسیار دراز می باشه که این لباس فکر میکنم مخصوص عروس خانم‌ها می باشه. این لباس عروس است که یه تیکی تاجیکی کار شده، گراف است، یخن بلوچی، چادر و کلاه می باشه که کلاهش هم کار دست است و تیکی بخمل ابریشمی که رنگ جگری داره می باشه، دنبالش هم 14 متر می باشه. قیمت از این لباس چند است؟ 20000 افغانی. 20000 افغانی و همچون سد مکمل همراه خود داره، مخصوص عروس خانمای خوش سلیقه، عروس خانمای زیبا. دوستای عزیز تمام لباسایی که اینجا هست بسیار ظریف است، بسیار مقبول می باشه و این لباس هم که شما در تصویر بیننده هستین یک لباس بسیار متفاوت، خاص و مقبول می باشه. میشه که در مورد تکه و همچنان دیزاین از این لباس بر ما بگین؟ این لباس که است یخنش بلوچی است که یخنش مورایی است، دی تکه بنارس می باشه و تکه گل بخمل کار شده که امروز چرمه و یه سید مکمل می باشه. بسیار عالی، بسیار لباس مقبول است. میشه که در مورد قیمت از این لباس بر ما بگین؟ قیمت از این لباس 8000 افغانی. 8000 افغانی. فکر میکنم لباسایی که طرف است کلا 8000 افغانی است. باز نرخشون فرق میکنه. خب نظر به مو کاری که درش بله بسیار عالی، چون لباسایی که پرکار باشه دیگه هزینه‌شون بیشتر است. و نگفتن نمونه لباس بعدی که بسیار یک لباس مقبول، میشه که در مورد از این لباس بر ما بگین؟ این لباس که است که ابریشمی رنگ جگری کار شده که در لب دامنش کمرش و یخنش کار گلابوتون دوزی است. قیمت از این لباس چند است؟ قیمتش 9000 افغانی است. 9000 افغانی. واقعا دوستای عزیز لباس بسیار مقبول است. باز از دو رنگ داریم، رنگ سیاهش هم است و خود رنگ جگریش است. گردو رنگش بسیار مقبول می باشه. و یک لباس دیگه دوستای عزیز قسمی که شما در تصویر بیننده هستین، لباسی است که بسیار با رنگ خاص کار شده، رنگ سبز و رنگ سرخ، رنگای روشن و مقبول که همین لباس زیباییش این ساخته که ترکیب دو رنگ شده. بله این لباس هم که است لباس دو رنگ است، رنگ سرخ و سبز است که یخنش چپراست و در لب دامنش چرمای رنگ استفاده شده و همچنان در آستینش و کمربند هم می داشته باشه که مورایی است. بسیار عالی، بسیار عالی، واقعا بسیار مقبول است. و نگفتن من قیمت از لباس چند است؟ قیمت از لباس از 10000 افغانی. 10000 افغانی. واقعا لباس است که کسایی که شیک پوش هستن دیگه مخصوص از این لباس ها، این لباس مخصوص همون دختر خانم‌ها می باشه. هموطنای عزیز، ما فعلا در کنار یک لباس بسیار مقبول هستم، لباس است که بسیار مقبول، بهاری، تکه بسیار نازک و همچنین با یک رنگ زیبا در این لباس کار شده. دیگه سوسن جان قند میشه که بگین از این چند رنگ دارین و همچنان قیمت از این لباس چند است؟ از این دو رنگ داریم که رنگ پسته‌ای و رنگ گلابی می باشه که قیمت از این 5000 افغانی می باشه که تکه اندیسته. بله بسیار مقبول، قیمتشون بسیار مناسب که 5000 افغانی. واقعا قیمت‌های این لباس‌هایی که اینجا است تمامشون بسیار قیمت‌های مناسب دارن. و لباس بعدی که ما می‌خوایم به معرفی بگیرم، کسای دختر خانمایی که دوست دارن لباس‌هایشون دراز باشه، این لباس که مخصوص از اوناست. چی خوب است بگویی که چند رنگ دارن و همچنین قیمت لباس‌ها چند است؟ قیمت از لباس گفتم 5500 افغانی است و یخن چارگل می باشه، در کمرش گراف استفاده شده و یه سیت مکمل است، رنگ سرخ و رنگ سبز است.
بله. بسیار عالی. رنگ‌های مختلف اینجا دارن و قیمت از این لباس هم 5000 افغانی می باشه. فقط تفاوتی که داره چادرش است و همچنین دامنش که دراز می باشه. و بریم طرف لباس مقبول دیگه که لباس است دوستای عزیز مخصوص عروس خانم است. دنباله از این لباس نام خدا بسیار مت دراز است. چند متر میاد تمام دنباله از این؟ دنباله از 14 متر میاد. 14 متر. و قیمت از این لباس چند است؟ 20000 افغانی. 20000 افغانی. و نگفتنمون به نظر ما سیت مکمل دیگه اینجا موجود می باشه. بله این سیت مکمل است که بخمل ابریشمی رنگ لاجوردی و در وادی استفاده شده یخن بلوچی می باشه که آستیناش و علامتش گلابتون دوزی می باشه. و نگفتنمون که مخصوص عروس خانوما هست چند رنگ ازی داره اینجا؟ ازی فقط یک رنگش داره. یک رنگ. و اگر دختر خانوما سفارش بدن ان شاء الله دیگه رنگاشو ما دیگه رنگاشو هم برشون آماده میکنیم. بله بسیار عالی. و همین تو دوستای عزیز از اول که آمدم یک لباس شیک دیگه اینجا در میدان دروازه هم تو به نمایش مانده شده در جان گودی که بسیار لباس است مقبول است کوتاه هم است شلوارش هم بسیار مقبول است. میشه که بگویید چند رنگ از این لباس دارین و همچنین قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس 6000 افغانی است که با سازی رنگ‌های مختلف داریم. رنگ سرخ است، سیاه است، رنگ گلابی می باشه، رنگ‌های مختلف است و یخن از این قرص می باشه وادی استفاده شده در چادر و خود پیراهن موره استفاده شده که کارتس می باشه. قیمتش هم 6000 افغانی. 6000 افغانی. بسیار عالی. واقعا تمام لباسایی که اینجا هست بسیار مقبول است. یعنی هر کس که بلیز دوست داشته باشه لباس گند افغانی اینجا برنگا و دیزاین‌های مختلف آماده است و میتونن خرید بکنن و یا هم سفارش بدن. دیگه سوسن جان قد از خودت بسیار تشکر که در این ماه مبارک رمضان بر ما می لباسای مقبول و زیبا را به معرفی گرفتی. بسیار زیاد تشکر میکنم از خودتان که قدم رنج کردی و اینجا آمدی و زحمت کشیدی. بازم خوش آمدی. قربانتون سلامت باشین و خودتون اگر در اخیر به عنوان کدام گفتنی داری بفرما کمری ما در خدمت. در قدم اخیر از رئیس صاحب شرکت تشکر میکنیم که در شرایط از ما حمایت کرده و همچنین شرکتی را تاسیس کرده که ما بتونیم دو کار بکنیم و فعالیت بکنیم. بسیار زیاد تشکر. بسیار تشکر از خودتان. هموطنان عزیز الان ما میخوایم برو بخش که زیورات است اونجا میخوایم اونجا برو ببینیم که کدام زیورات ها به انواع مختلف با طراحی مختلف اونجا است به معرفی بگیریم. دیگه خواهر نازنین ما اینجاست. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت خوب است؟ شکر شما خوب هستین؟ شکر شما خوب هستین؟ نام زیبایتان؟ نامم نرگس ظاهری است. یک تن از فروشنده بخش زیورات. بسیار عالی. نرگس جان قند، نرگس جان دختر خانم فعال که اینجا فعالیت میکنن. همین زیورات های مقبول که شما فروش میرسونید. بله. خیلی چی خوب است که این نام خدا یک چیزی که من متوجه شدم یک دست خود شما است که بسیار خدا مقبول می باشه. یک چیز بسیار ظریف و مقبول با می لباس بسیار یک نمود خاص دیگه میته. نرگس جان عزیز چی خوب است که خودت دیگه از اینجا برای ما به معرفی بگیری از اول همین گردوبندای مقبول را. بله ما اینجا در بخش زیورات انواع کلاها داریم. سیدهای مکمل که با ماتیکه گوشواره می باشه، پایزی، انگشتر، همچنان دستبند که اینجا یک سید داریم. سیت گردن بند است دیگه؟ بله. این سیت ما که 3 منزله می باشه همراه گوشواره و همچنان یا ماتیکیش است که یک سیت مکمل می باشه که این سیتاره دختر خانم ها نظر به مو لباسشان انتخاب میکنن. بله. و قیمت از اینا چند است؟ قیمتشان 3000 افغانی. باز لباس را که انتخاب میکنن این جداگانه میفروشین یا کدام لباس یک جا؟ نه خیر امرو با لباس فروخته میشه. اگه جدا بخرن قیمتش 3000. بله. که هم گوشواره دارن سید مکمل که هم بسیار سنگین است دیگه. بله. باز از همی گردوبند هم که است دیزاین های مختلف داریم. بله دیزاین های مختلف است. هم دیزاین های مختلف داره و رنگ های مختلف هم. باز این گردوبند های مقبول زیبا خودتان از کجا میاره؟ این سیت ها و این کلاها و دستبندهایی که اینجا میبینید همش در داخل شرکت ما ساخته میشه. تولید خود از این شرکت است. بسیار عالی. واقعا بسیار گردوبندهای مقبول. کسایی که دی بخش فعالیت میکنن بسیار آدمای با استعداد هستند دیگه که همچین چیزهای مقبول زیبایی را میسازند دیگه. چی خوب است خودت نرگس جان قند یک چند نمونه از امو گردوبندهای مقبول اول بر ما به معرفی بگیری. زیادتر هم اینجا گردانبند می باشه دیگه. دیگه چی خوب است که این سیت مقبول که اینجا هست دیگه به معرفی بگیری بر ما. و یک چیز دوستای عزیز که من متوجه شدم سیتایی که اینجا هست تمامشون دیزاینایشون از یک دیگه کده مختلف است در قسمت رنگ دیزاین و تمام چیزاش. چی خوب است که در مورد از این سیتم گردنبند بر ما بگی. این سیتم 2 منزله می باشه با رنگ سبز که این ماتیکه داره همراه گوشواره سیت مکمل می باشه. و قیمت از این چند است؟ قیمت از این 4000 افغانی. 4000 افغانی. واقعا بسیار مقبول است و این فکر میکنم دمی بله در این قسمتش یا و یکم تا بدون سیت در این قسمت
میپوشنم. چون یک چیز بسیار ظریف و مقبول بله. باشه. دیگه میریم سیت بعدی که ما به معرفی میگیریم. این ست است. بله. میشه که در مورد از این ست برای ما بگویی؟ این سیت که کدامش برای ها و دیزاین های مختلف می باشه. این سیت 4 منزله میگنش که ماتیکه گوشواره داره با خود. این سیت مکمل می باشه که قیمت از این 2500 می باشه. و چطور است علاقمندی دختر خانم‌ها و کسایی که اینجا میاین لباسای گند افغانی خرید میکنن از این ستای مقبول هم خریداری میکنن؟ بله، دختر خانم‌ها بیشتر امی سیتار نظر به لباسهایشون انتخاب میکنه. لباسی که پرکار باشه سیت کم کار استفاده میکنه و لباسی که کم کار باشه سیت پرکار استفاده میکنه و بیشتر دختر خانم‌ها چیزایی استفاده میکنن که ظریف باشه. بله بسیار عالی. و ستایی که دوستای عزیز شما میبینید اینجا در تصویر تمامشون بسیار مقبول میباشه. دیگه چی خوب است که این ست را این دفعه به ما معرفی بگیرید، در مورد قیمتش بر ما بگویی و ای که خود اگه معلومات داشته باشی، چون خود در بخش فروش هستی دیگه، اینجا فروشنده هستی، چقدر وقت در بر میگیرن که اینا آماده شون؟ اینا مدت 5 روز یا یک هفته در بر میگیره تا این آماده شه. و این هم 3 و 4 منزله می باشه که در هم باز هم امی گوشواره ماتیکه کار شده و همچنان در اینجاش پاولیگک پوپک کار شده و این هم سیت مکمل می باشه. قیمت از این؟ قیمت از این 2500 افغانی. 2500 افغانی. واقعا یک چیزی است بسیار مقبول به رنگ‌های مختلف. دی کاشت دوستای عزیز، قسمی که شما در تصویر بیننده هستین دیگه، اینجا پیشتر ما چند ست گردنبند که پرکار بوده بر شما وطنای عزیز دختر خانمای خوش سلیقه به معرفی گرفتیم. حالا دیگه چیزی که ما متوجه شدم انگشترهای بسیار مقبول است اینجا که دستبند است، پایزه و همچنان کولا، سیتای کمکار است که ما به ترتیب تمامش به معرفی میگیریم. اول چی خوب است نرگس جان قند مورد امی انگشترها قیمتش بگویی، دیزاینش بر ما بگویی. خب قیمت از این انگشترایی که شما میبینید اینجا در تصویر، قیمت از اینا 50 افغانی می باشه و همچنان یام ساخت خود از اینجا می باشه. هر دوش قیمتش 50 افغانی است. بله. و این دستبند مقبول که است قیمت از این چند است؟ قیمت از این 180 افغانی. باز اگر کسی تو مثلا سفارش بتن یک نمونه خاص دیگر باز برشون آماده میکنین؟ بله. بسیار مقبول. و همچنان این که از سایز بسیار یک چیز ظریف است که لباسای گند افغانی بسیار مقبول معلوم میشه. دیگه قیمت از این هم گفتین 180 افغانی. قیمت از این هر دو هست 50 افغانی و قیمت از این دستبند مقبول هم است 180 افغانی. و من پایزه بسیار مقبول قیمت صدا هم میتنی خدا بسیار مورگکای خوب مقبول درش کار شده. قیمت از این چند می باشه؟ قیمت از این 200 افغانی می باشه. 200 افغانی. و انواع و طراحهای مختلف و مزید دارین اینجا؟ نخی تو هنوز یک دیزاینش است. انشالله تصمیم داریم که دیزاین مختلف بیاریم. بسیار عالی. واقعا بسیار مقبول است. یک چیز است بسیار ظریف اما تو خاص نگفتن امانه که اینیام چوری میگیم برشون، چوری کره بسیار مقبول است. قیمت از این چند است؟ قیمت از این 300 افغانی می باشه که هم در گند افغانی استفاده میشه. بازی به دست هر کس میونه به ما سایز اندازهای مختلف است. نه سایز ها و اندازهای مختلف داره از خود. بسیار مقبول. قسمی که شما دوستای عزیز میبینین با چندین رنگ کار شده و قیمتشون بسیار مناسب میباشه. و نگفتن امانه دوستای عزیز که ایام دستبند میگیم دیگه. دستبند است که تکمیل هم کار شده. بله. یعنی میبینین شما که چندین دانه انگشتر داره دیگه. 1 2 3 4 5 دانه 5 دانه انگشتر که خود داره و همچنان این قسمتش که این قسمت دست میه بسیار مقبول است. دستبندشون قیمت از این چند است؟ قیمت از این 250 افغانی. 250 افغانی. اینا هم دیگه سایزهای مختلف داره. بله اینا هم سایزهای مختلف داره. بسیار عالی. واقعا بسیار مقبول است. و همچنین بیشتر هم یادآور شدیم بعضی امیگندای افغانی که از چادر دارن و بعضی‌هاش هم زیادتر کولا دارن که زیادتر دختر خانم‌ها خوش دارن که من کولا به سر خود بکنم. اینا هم کلاهای مقبول. قیمت از اینا چند است؟ قیمت از اینا 1000 افغانی می باشه که کلاه هم ساخت از اینجاست که تمامش از نیکینک کار شده، کار دست است، در داخل خود شرکت ساخته میشه. بسیار عالی. و همچنین کلاه دیگه که قیمتش چند است؟ قیمت از 150 افغانی می باشه که این هم کار دست از خود دختر خانما ایران آماده ساختن.
بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا کلاه هر دوش بسیار مقبول است، بسیار تو سنگین است که بسیار به نظر من که به یک مدت طولانی اینا آماده شدن. چند روز آماده شدن از اینا در بر میگیرن؟ اینا مجموعاً که تمام شه بر ما آماده کردن یک هفته رو در بر یک هفته وقت را در بر میگیرن. بیشتر ما دوستای عزیز معرفی کردیم سیتایی که مت پرکار هستند که لباسای ظریف پوشیده میشد، اما این بار میخوایم سیتایی را معرفی کنیم گردوبندای بسیار مقبوله که خود گوشواره این تمام چیزا را میخوایم معرفی کنیم. قیمت از اینا چند است و همچنین بسیار یک چیز ظریف هم که است. قیمت از اینا 500 افغانی می باشه که یک چیز ظریف می باشه. بیشتر دختر خانم‌ها از استفاده میکنن که هم سیت مکمل است، گوشواره است، ماتیک است و همچنین خود سیتش 150 افغانی قیمتش است. از این هم 500 افغانی گفتین، ببخشین دیگه. از این هم طراحی و نمونه‌های مختلف دارین دیگه؟ بله، نمونه‌های مختلف شده. بسیار عالی، واقعا بسیار مقبول است و میشه که سیت بعدی رو هم خودت طرف بیاری و بر ما به معرفی بگیری. این سیت هم که یک سیتای ظریف می باشه که همراه خود امی گوشواره و خود سیتش است، یا سیت مکمل. قیمت از این چند است؟ قیمت از این 2000 افغانی. 2000 افغانی. واقعا بسیار یک چیز مقبول است که گوشواره هم کتش داره دیگه. بازمی رنگ از این خود تقریبا میشه گفت رنگ لاجوردی. دیگه رنگایش هم دارین از این؟ بله، رنگای مختلف داره. بله بسیار عالی. دوستای عزیز ما خواستیم که بخش برتون به معرفی بگیریم، بخشی که زیادتر دختر خانم‌ها دوست دارن، خصوصا انگشتر، دستبند، پایزیب، کلا و همچنین ست مکمل گردن بند. نگفتن همونه که دستکول هم اینجا است که چند نمونه دیگه هم است. ما فقط خواستیم برای مایندگیش همین دستکول به معرفی بگیریم. چی خوب است که میشه در مورد از این دستکول برای ما بگین؟ این دستکول هم انواع مختلف داره که بر رنگ ها و دیزاین های مختلف می باشه. این هم کار دست است و دایی بیشتر موره پاولیگه که مو پیسگه که میگه دو کار شده. قیمت از این چند می باشه؟ قیمت از این هم 500 افغانی. 500 افغانی. واقعا بسیار یک چیز چی میگن ساخت دست وطن، صنایع دستی، یک چیز است که بسیار مقبول می باشه و همچنین دزی رنگای بسیار متفاوت، مورگکا و همچنین تکمه های مقبول کار شده. دیگه تشکری میکنم از خودت نرگس جان عزیز. در اخیر اگر کدام حرف و پیام باشه کمری ما در خدمت. تشکری خاص از شما میکنیم که اینجا قدم رنجه کردین و به شرکت ما آمدین و از شرکت ما دیدن کردین و یک تشکری خاص از رئیس شرکت ما میکنیم که در اینطور شرایط زمینه اینطور یک جای را بر ما مساعد ساخته تا ما بتونیم فعالیت کنیم. بسیار سلامت باشین شما، ان شاء الله موفق سرفراز باشین. سلام علیکم خواهر، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت خوب است؟ شکر بخیر، سلامت باشین. نام زیبایتان؟ اسمم فتانه رحمانی. جان؟ فتانه رحمانی. فرتانه جان عزیز، ما خواستیم که دیگه این بخشم لباسای بسیار مقبول دارین. قسمی که خواهر دیگه ما یادآور شده بود گفتن اینجا منزل دیگه ما کس کلا لباسایی است که کرا میتین. دیگه چقدر خوب است که این لباسا را به ما به معرفی بیارین، چون بعضی هموطنای از ما دختر خانم‌ها که نمیتونن لباسا رو خریداری بکنن برای کرا میبرن. دیگه چقدر خوب است که به ما به معرفی بگیرین، در مورد قیمتش بگین، در مورد رنگ و طراحیش. دیگه دوستای عزیز ما میخوایم دیگه نام خدا اینجا بسیار لباسم زیاد است. ما خودم ما ایران ماندیم که از کجا شروع بکنیم. از اول از این لباس شروع میکنیم. درست است. این لباس ما در بخمل خالدار، شیپک خاص، یخن بلوچی، فیتیشنج، سیت مکمل. اگر هموطنای ما خواسته باشن رنگ چادر تنبانش چنجام کده میتونن. و چند کرا میتین این لباس؟ این پیرن ما نو برآمد از استازا. قیمت از این 1500 کرایش میتین. دیگه رنگ مختلف، رنگای دیگه هم داره؟ بله، یک رنگ دوگام داره، در رنگ سیاه. و این رنگشون کس رنگ سبز می باشه. واقعا بسیار لباس مقبول، کرایشون بسیار ارزان که 1,500 گفتین. واقعا لباس مقبول است. و لباس بعدی دوستای عزیز ما میخوایم در مورد قیمتش، در مورد کرایش بفهم. این لباس است که کرای از این لباس چند می باشه؟ این هم لباس پرکار است که عروس خانمان میتونن استفاده کنن و دختر خانمان. شیپک خاص است. قیمت از این 800 افغانی است. 800 کرام میتین دیگه؟ بله کرام میتین. بله بسیار. هم به فروش است و هم به کرا. قیمتش 800 و اگه کرا بدین چند است؟ قیمتش 7000 و کراش 800. 800 افغانی کرا میتین. بسیار عالی. یعنی هم برای فروشی است و کسایی هم که نتونست بخره میتونن که برش کرا بدین. و همچنان نگفتن همونه که از این لباس رنگای دیگه هم هست یا نه؟ بله، از این رنگای دیگه هم داریم، در رنگ سرخ و لاجوردی. بسیار عالی. و رنگی که اینجا هم هست بسیار رنگه که مقبول و همچنان قسمی که خواهر ما گفتن رنگای دیگه هم اینجا موجود می باشه. دوستای عزیز ما اون طرف میریم که لباسای دیگه هم کم کم هم به معرفی بگیریم. چطور
دیگه دوستای عزیز، لباسایی که شما اینجا میبینین یک لباس بسیار ساده و ظریف است. میشه که خواهر عزیزی ما در مورد از این لباس بگه و بگه که قیمتش چند است و کرایش چند است. این لباس ما هم همچنان در تکی شینکایی و یخن گراف شیپک ساده قیمتش 1500 افغانی است و اگه هموطنای ما توانشان به 1500 نرسید میتونیم ما کرام بتیم به اندک قیمتی. کرایه ازی چند میشه باز؟ با قیمت کرایه ازی 2500 افغانی میشه. 2500 افغانی که بسیار کرایه مناسب داره و فکر میکنم رنگ شلوار ازی هم سفید است و رنگ چادرش هم نارنجی. هموطنای عزیز فعلا هم اینجا من هستم یک لباس مقبول دیگه است که زیادتر درش رنگ سفید است. شلوار چادرش سفید بسیار یک رنگک مقبول داره. میشه که در مورد قیمت و کرایه ازی لباس بر ما بگین؟ این هم یک شیپک خاص است به دختر خانما در رنگ سفید. بیشتر از دختر خانما خوش دارن در رنگ سفید بیرن بپوشن و تکی بخمل سرمایی است. قیمت ازی هم 1800 افغانی است و قیمتش در کرا 1800 افغانی است و قیمت کلش 4500 افغانی. 4500. واقعا لباس بسیار مقبول است. کوتاه یک چیز بسیار ظریف و مقبول می باشه. دیگه دوستای عزیز بازم میخوایم این لباس براتون به معرفی بگیرم. میشه که در مورد مختصر در مورد رنگ، قیمت و همچنین کرایه از این لباس بر ما بگین؟ این لباس ما در تکی گل بخمل شیپک خاص چرمی اشنج است، یخن بلوچی و دو رنگ چرمی دگام کار شده. قیمت ازی 7000 افغانی است و در کرام 1800 افغانی. 1800 افغانی. و چی خوب است بگویی که دیگه از این رنگایش هم دارین اینجا؟ بله، از این رنگای خاص داریم در رنگ گلابی، سرخ، آبی، فیروزه‌ای، لاجوردی. بسیار عالی. یک لباس بسیار مقبول است. ناگفته نماند. تمام لباس هایی که اینجا هست بسیار همت مقبول و زیبا و خاص و شیک می باشند. و بعد از اون میخوایم یک لباس که از تمام لباس هایی که اینجا هست گرچند که مقبول است اما این لباس متفاوت تر است. چی خوب است در مورد تکه، رنگ و همچنین قیمت از این لباس بر ما بگین؟ بسیار شیپک خاص است. در این تکت نخواد در شهر بازار هم جور شده باشه چون این تکت تنها در چادرها پیدا میشه و ما بسیار کوشش کردیم که تکیش پیدا کنیم. تکی جولی است، چرمی اشنج، تنبان 7 رنگ، همراه با چادر 7 رنگ. قیمت از 8000 افغانی است و در کرام 1500 افغانی. 1500 افغانی. واقعا یک لباس است که بسیار مقبول است، بسیار یک چیز ظریف و شیک می باشه. دیگه ما هم کم کم اون طرف میریم همراه خواهر عزیز ما. این که لباس‌های بعدی که اونجا هست بر شما وطنای عزیز یک یک به معرفی بگیریم. گرچند که هر منزل که دوستای عزیز ما رفتیم بسیار لباس‌های زیاد، لباس‌های مقبول داشته، اما ما کوشش میکنیم که بهترین و بهترین لباس‌ها رو به شما وطنای عزیز به معرفی بگیریم. خب چی خوب است که از اول همین لباس در مورد قیمتی که به فروش است و همچنان قیمتی که به کرا میتیم بر ما بگین. این لباس ما در تکی گل بخمل است، یخن بلوچی. قیمتی هم همچنان 8000 افغانی است و قیمت در کرا 1500 افغانی. 1500 افغانی. واقعا لباس بسیار مقبول می باشه. و لباس بعدی در مورد از این لباس که تقریبا لباس ساده هم است. او هم همچنان یک لباس ساده شیپک دخترانه چرمی دو رنگ قرص همراه با چرمه کار شده است که قیمت از او 4000 افغانی می باشه و در کراب 800 افغانی می باشه. 800 افغانی. بسیار یک لباس ظریف مقبول می باشه. و لباس بعدی میشه که در مورد از این لباس در مورد قیمت، رنگ و همچنان اگه به کرا بتین چند میتین؟ این شیپک خاص است در تکی خالدار، چرمی اشنج، یخن بلوچی اصلی، سیت مکمل. قیمت ازی هم 8000 افغانی میه و در کرام 1800 افغانی. واقعا لباس است بسیار ظریف، بسیار مقبول و نگفتن همونه که از این دیگر رنگای دیگه شما اینجا هست. دو رنگ داشتیم. بسیار مقبول. تمام لباس ها همون که چندین بار شده که ما یاد کردیم تمام لباس ها بسیار مقبول است. و یک لباس خاص دیگه اینجا است که کامرمن عزیز ما لطف کنن عکس لباس براتون داشته باشه، تصویرش. دیگه چی خوب است که در مورد از این لباس در مورد رنگ و قیمت کرایش بر ما بگین. این لباس ما در بنارس دو رنگ شیپک خاص، یخن دزدوزی، تنبان 7 رنگ کوچی و چرمی اشنج. قیمت از او 8000 افغانی میاد، در کرام 800 افغانی. و میشه که در مورد از این لباس بر ما بگوین که قیمتش چند است و اگر کرا بتین چند کرا میتین؟ این شیپک خاص است، هم سبک و هم راحت. بخمل ابریشمی جگری فیت 9 اینچ
شیپک خاص واتی کارم شده و قیمت از این 4500 است، در کرا 800 افغانی. 800 افغانی. واقعا تمام لباسایی که اینجا هست کراهایشان بسیار متناسب است، چون کسایی که اینجا کار میکنه واقعا آدمای بادرک هستن که لباسای مقبوله با قیمتای بسیار مناسب بر شما هموطنای عزیز میتن. و نگفتن امانه این طرف که هست زیادتر اگه همکار از ما تصویر داشته باشن لباسای است، لباسای طفلانه، چون هم اطفال هم کس لباسای گند بسیار خوش دارن، میخواین که در محفل عروسی بتن بکنن. چی خوب است که چند نمونهش خودت در مورد قیمت و کرایش بر ما بگویی. که اولا امی لباس است که این لباس به چند ساله به تنش میشه و کرای از این لباس چند است؟ این شیپک هم شیپک خاص است، تکی خامکی یا خانگراف به طفلای ناز ما به 8 ساله 7 ساله معمولا سنا بزرگ می باشه و جسدا خورد، به خاطر از او 8 ساله 7 ساله همچنان می قیمتش 2000 افغانی. و اگه کرا بتین؟ کراخ معمولا ما تابال در طفلانه ندادیم، اگر بتیم میتیم به طفلای ما 200 افغانی. و با عنوان نمونه دوستای عزیز امی لباس مقبول دیگه هم که اینجا است، چی خوب است که خواهر عزیز ما در مورد قیمت و رنگ و تکش بر ما بگوین. این هم شیپک خاص است، بنارس دو رنگ همراه با تکی شینکای سفید، سیت مکمل، قیمتش 2000 افغانی و در کرام 300 افغانی می باشه. بسیار عالی. کرایش هم 300 افغانی. بسیار عالی دیگه. این دوستای عزیز من خواستم که می بخشم به معرفی بگیرم، چون بعضی کسا هستن که میگن اطفال ما دخترای نازم لباسای گند افغانی بر محفل نیاز دارن، دیگه میتونن اینجا تشریف بیارن و لباسای مقبول و زیبا رو بر اطفال نازنینشون خریداری بکنن و یا هم کرا بگیرن به قیمت‌های بسیار مناسب. دیگه نگفتن همونه که لباسا بسیار مقبول است. دیگه چی خوب است که چند نمونه دیگر هم خودت خواهر گرامی ما در مورد کرایش بر ما بگی. این هم بخش از لباس های گند دراز است، به دختر خانمایی که میخوان گند دراز کرا بگیرن. شیپک های خاص در تکی ریگزری و تکی ساده است. پیراهن ما در تکی بخمل ابریشمی است، رنگ سرخ یخن بلوچی، قیمتش هم 800 افغانی است در کرا. 800 افغانی در کرا. قسم خودت گفتی پیراهن دراز است و لباس بعدی که هموطنای ما در تصویر بینیده هستن، قیمت این لباس و کرایش چند است؟ قیمت از او 8000 افغانی است و در کرام از 800 اومیه. 800 افغانی، یعنی کراهایشان تقریبا یک چیز است. و لباس بعدی همچنان قیمت کرایش 800 افغانی می باشه؟ بله، از او هم در کرا 800 افغانی می باشه و قیمتش هم 8000 افغانی می باشه. 8000 افغانی و در کرا 800 افغانی که لباس بسیار مقبول، رنگ چادرش بسیار عموت و خاص و مقبول و زیبا می باشه. و نگفتن هموطنای عزیز هم مرا همراهی کنین که لباسای مقبول دیگه زیادتر او طرف می باشه که بریم و یک جای به معرفی بگیریم. لباسی که شما در تصویر بیننده هستین هموطنای عزیز، این لباس کم ذره دنباله هم داره دیگه. دنباله داره. قیمت از این چند است و اگه کرا بتین کرایش چند میشه؟ این شیپک خاص است در رنگ فیروزه‌ای، یک شیپک هم سبک و هم راحت که عروس خانم‌ها میتونن از استفاده کنه. قیمت از 10000 افغانی است و در کرا 5000 میه. 5000 افغانی. قسمی که من گفتم کم ذره دنباله هم دیگه داره. دنباله هم داره. بله، و اگه کسایی که دنباله زیاد خواسته باشن او قسمی برشون جور میکنین؟ بله، چرا نه؟ فرمایش داشته باشه، فرمایش اگر نداشته باشه ما در 3 منزل دگام از لباس‌های دنباله دار داریم. بله، بسیار عالی. و همچنان لباس را که ما به عنوان آخرین لباس میخوایم به شما هموطنای عزیز در مورد قیمت و کرایش از خواهر عزیز ما معلومات بگیرم. این لباس می باشه قیمتش چند است و اگه کرا بتین کرایش چند میشه؟ قیمت از او 5500 افغانی است و کرایش هم 700 افغانی می باشه. 700 افغانی. و این لباس او هم 6600 افغانی است، در کرایش 600 افغانی میه. 600 افغانی. بسیار تشکر میکنم از خودت که امروز وقتت را برای ما دادی و این لباسای مقبوله در مورد قیمت و کرایش برای ما دادی. دیگه اگه به عنوان آخرین حرف کدام گفتنی داری کمره ما در خدمت. تشکر، سلامت باشی. رمضان خوش به همه عزیزان ما خواهان هستم. سلامت باشین و همچنان به شما انشالله موفق سرفراز باشین. و ما هم تشکری میکنم از تمام شما هموطنای عزیز که تا ایدم با صبر و حوصله‌مندی امروز برنامه ما را بیننده بودین.
به امید از اینکه یک برنامه خیلی خوب تانسته باشم که تقدیم شما کنم، چون ماه مبارک رمضان هم است دیگه. خواهرای ما روزه‌دار بودن، اما ما باز هم خواستیم که بیایم لباسای بسیار مقبول و زیبا را به شما وطنای عزیز به معرفی بگیرین. قسمی که تمام خواهرای ما یاد کردن، شما اگر سفارش داشتین هم میتونین سفارشایتان اینجا بگوین، ان شاء الله به مو زیباییش آماده میسازن. و کسایی که در خارج هستن در قسمت کامنت از ما اگر شماره خواهرای ما را خواستن، کسی که مسئول اینجاست، ان شاء الله ما حتما بر شماره را میتونید به تماس شوید. هر نوع لباس با هر نوع دیزاین و رنگ که خواستین، ما و خواهرای عزیز ما فروشگاه گند افغانی پشتون در خدمت شما هموطنای عزیز است. و نگفته نمانه که در اخیر چینل ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت‌های زیبا بنویسین تا ما هم در این ماه مبارک بتونیم بهترین لباسا را به شما وطنای عزیز به معرفی بگیریم، از کامنت‌های زیبای شما انرژی بگیریم که این ماه مبارک امیدم و بی انرژی بودنش سر ما تاثیر نگذاره. دیگه ای بود برنامه امروز. تا دیدار بعد و برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.